بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستا و همراهای عزیزم. توی این جلسه ما میخوایم راجع به امواج، خصوصیات امواج الیوت و اینکه اصلا چی هستن، چه کارایی‌هایی دارن با هم صحبت کنیم. توی ابتدای من باید خدمتتون عرض کنم، ببینید امواج و امواج الیوت خب یه مبحث خیلی گسترده‌ایه که ما نه فرصتشو داریم به این مبحث خیلی بپردازیم، نه تمایل داریم خیلی به این مطلب بپردازیم. دلیل دارم برای این موضوع، چون امواج الیوت به خاطر همون گستردگی که داره خیلی زمان بره و خیلی واقعا نیاز به تخصص زیادی داره. خودش میتونه یه استراتژی کامل برای ترید کردن باشه. حالا اگر که دوستانی تصمیم دارن بر این که امواج و خب نوویو رو یاد بگیرن و توش تبحر پیدا کنن، من مطالبی رو خدمتشون میذارم که میتونن به صورت جداگانه این مطالب رو برای خودشون یاد بگیرن. ولی مسئله‌ای که هست، ما تا اونجایی که نیازمون میشه توی همین مباحث خدمتتون عرض میکنم در حد آشنایی و در نهایت یه یادگاری هم من به شما میدم که کار کردن با نرم افزار ادوانس گت هستش که حالا متوجه میشین. ما از طریق این نرم افزار میدیم و چارت ما رو خودش مود شماری میکنه و حالا شاید خیلی دقیق نباشه، ولی با این آشنایی که ما نسبت به امواج پیدا میکنیم و اطلاعاتی که خودمون به دست میاریم و اون نرم افزار هم به ما کمک میکنه تا ما بهترین مود شماری رو توی کمترین زمان و خب آموزش خیلی کوتاه ما بتونیم یاد بگیریم. خب توی ابتدای امر اجازه بدین من خدمت شما عرض کنم. اول ببینیم چند مدل موج داریم و خب این امواج چه خصوصیاتی داره. ببینید اگر ما یه روند سودی داشته باشیم، این قسمت شما در نظر بگیرین، ما اگه یه موج سودی داشته باشیم، خب تمام امواجی که یعنی روند قیمتی ما، تمام امواجی که به سمت صعود حرکت میکنن و ما بهشون میگیم موج اصلی یا ایمپالس، درست شد، و تمام امواجی که به سمت پایین حرکت میکنن یعنی خلاف جهت روند ما حرکت میکنن و بهش میگن امواج اصلاحی یا کارکشن. خب حالا اگر ما روندمون صعودی باشه، پس تمام امواجی که به سمت بالا حرکت میکنن، به سمت صعود حرکت میکنن، میشن امواج اصلی و تمام امواجی که به سمت نزول حرکت میکنن اگر روندمون صعودی باشه میشن امواج اصلاحی. حالا اگر ما روندمون نزولی باشه، یعنی برعکس این تصویر باشه، تمام امواجی که به سمت نزول حرکت میکنن میشن امواج اصلی و تمام امواجی که به سمت صعود حرکت میکنن میشن امواج اصلاحی. خب همونطوری هم که توی این تصویر مشخصه، ببینید تمام امواج اصلی دارای 5 تا ریز موجن، خب، و تمام امواج اصلاحی دارای 3 تا ریز موجن. اگر ما اینو خودش یه سیکل کامل در نظر بگیریم، ببینید 1 2 3 4 5. خب قبل از اینکه من بخوام به جزئیات بیشتری به خدمتتون عرض کنم، بذارید قضیه فرکتال رو خدمتتون عرض کنم. ببینید قضیه فرکتال میگه که هر چیزی یه نظمی داخل خودش یه نظمی از مرتبه کوچیک‌تر داره و همونطوری هی کوچیک و کوچیکتر میشه. اگر ما داخل گوگل سرچ کنیم، ببینید اجازه بدین من اینجا براتون سرچ کنم، ببینید همونطوری که داخل این تصاویر مشخصه، ببینید هر نظمی یه مرتبه کوچیکتر و یه مرتبه بزرگتر از اون نظم داخلش هست. همینطوری که میبینید، ببینید یه مثلث بزرگ داریم که داخلش چندین تا مثلث هست، داخل اون مثلث‌های کوچیکتر هست. همینطوری ببینید اگه شما فرکتال رو سرچ کنید توی طبیعت بسیار زیاد اتفاق میفته این قضیه فرکتال. خب حالا ما این قضیه فرکتال رو گفتیم چرا؟ من میخوام بهتون بگم که ببینید این قضیه فرکتال توی چارت ما هم کاملا قابل مشاهده است و اصلا نظریه آقای الیوت همینه. اگر ما یه موجی داریم حتما یه ریز موجی زیر اون هست، پس اصلا دسته‌بندیش اینجوری میشه: سوپر موج که میشه یه موج بزرگ. شما اگه در نظر بگیرید یه موج بزرگی داریم، ما اگه همه اینو بگیریم یه موج، چون موج اصلی هستش 5 تا ریز موج داره، درست شد؟ 1 2 3 4 5 و هر کدوم از اینا هم 2 مرتبه خودشون یه ریز موج دارن. یعنی ما اگر یه سوپر موج داشته باشیم میشه موج و این میشه ریز موج موجمون.
نگاه کنید اگر موجمون در راستای روند باشه یعنی موج اصلیه و 5 تا ریز موج داره، 1 2 3 4 5 تا، درست شد. و اگر موجمون اصلاحی باشه 3 تا ریز موج داره. اگر این یه سوپر موج بود که خودش 5 تا موج داشت و هر کدوم از اینا ریز موج داشتن، توی اصلاحمون هم همینه، چون روندمون نزولی میشه. دقت کنید روند ما وقتی نزولی میشه موج اصلیمون میشه موج نزولیمون. پس این حالا 5 تا ریز موج داره. اصلاح این موجمون میشه موج B که باید 3 تا داشته باشه و همینطور موج C که 2 مرتبه 5 تا داره. پس این اگر ما خودش یه سوپر موج در نظر بگیریم این امواجش میشه که یه ستاییه چون اصلاحی این موجمونه، درست شد. ولی خودش وقتی میایم روی ریز موجاش چون روندمون نزولی شده میشه 5 تایی. موج اصلیمون نزولیه پس میشه 5 تایی، موج اصلاحیمون 3 تایی میشه. کامل براتون جا افتاد. بعد از اون داخل همینا ما میتونیم میکروموج در بیاریم. همون قضیه فرکتال کاملا داخل چارت مشخصه. خب حالا ما اگر اینو یه سیکل کامل در نظر بگیریم، ببینید 1 2 3 4 5 تا، ببینید که هر کدوم یه ریزموجی داره 2 مرتبه، 1 2 3 4 5 تا و 2 مرتبه همین یک میکروموج داره، 1 2 3 4 5 تا. دقت کردین 2 مرتبه 3 تایی. ما این موج رو میگیم اگر موجمون ایمپالس میگیم یا موج اصلی و این موج اصلاحی یا کارکشنمونه. ببینید حالا من یه نکته خدمتتون عرض کنم. درسته که من گفتم ببینید هر موجی ریز موج داره، میکرو موج داره و خب باید اینو در نظر بگیرید. گاهی اوقات توی بازار ما امواج شتابدار رو باید در نظر بگیریم. امواج شتابدار امواجی هستن که ریز موج و میکرو موج ندارن. ما به این امواج میگیم امواج ممتد و امواج شتابدار امواجی هستن که ریز موج و میکرو موج ندارن. اینو توی ذهنتون داشته باشید تا بریم جلوتر براتون بیشتر توضیح میدم. ببین آقای الیوت اومدن یه سری قوانین برای خودشون درست کردن، گفتن طبق این قوانین ما میایم این موج شماریمون رو انجام میدیم. اول اینکه موج شماریمون رو بخوایم از کجا انجام بدیم خدمتتون عرض میکنم. ما دو تا کف داریم، یکی کف مطلق و یکی کف معتبر. کف مطلق ببین پایین ترین جایی که قیمتمون قرار داره توی چارتمون ما بهش میگیم کف مطلق، یعنی چارتمون رو میایم تایم فریم خیلی بالاتر مثلا ماهانه هفتگی قرار میدیم، پایین ترین قیمتی که پیدا کردیم و بهش میگن کف مطلق. ما میتونیم از اونجا موج شماریمون رو شروع کنیم یا اینکه از کف معتبرمون. کف معتبرمون چطوری به دست میاریم؟ برخورد یه موج اصلاحی و اصلی تشکیل یک کف یا سقف معتبر برای ما میدن. خب یعنی ما اگر اینجا یه موج اصلاحی داشتیم که اینجا تموم شده بود، 2 مرتبه اینجا موج اصلیمون داره شروع میشه، درست شد؟ خب وقتی که اینجا شروع شد پس ما اینجا رو میتونیم یک کف معتبر در نظر بگیریم و موج شماریمون از اینجا شروع کنیم. خب قوانین الیوت رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، ولی این قانونی که من میتونم بهتون بگم اینه که موج 2 که موج اصلاحی موج یکمون هستش نمیتونه بیشتر از 100% موج 1 رو اصلاح کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر موج یکمون رو این در نظر بگیریم، این قسمت نمیتونه بیاد پایین تر از این خطی که اینجا کشیده شده، نمیتونه پایین تر از این اصلاح کنه. خب یعنی اگر این اتفاق افتاد ما هنوز موج قبلی مونه، درست شد؟ یعنی اومده پایین تر از این کف، یعنی هنوز موج قبلیمون تمام نشده که ما اینو یه موج جدید در نظر بگیریم. پس اولین قانون چی شد؟ موج 2 پایین تر از موج 1 نمیتونه بیاد، یعنی نمیتونه 100% موج 1 رو اصلاح کنه. همینطوری که میبینید توی این شکل اگر این ریز موج 1 رو در نظر بگیرید، 2 مرتبه موج 2 این اتفاق براش افتاده. اگر اینو ما خودش رو یه موج در نظر بگیریم، اینجا 1 نوشته، ببین اگر ما اینو 1 در نظر بگیریم نمیتونه این قسمت که موج اصلاح موج 1 مون باشه نمیتونه پایین تر از این بیاد. پس این اولین قانونی که مد نظرتون باشه. قانون دوم امواج الیوت چیه؟ موج 4 نمیتونه بیشتر از 100% موج 3 رو اصلاح کنه. همین اتفاقی که برای موج 1 و 2 افتاد این نمیتونه برای موج 4 هم بیفته، یعنی برای موج 3 و 4. ببینید اگر موج 3 مون این باشه، این قسمت شما میبینید این قسمت موج 4 مون نمیتونه پایین تر از موج 3 بیاد. پس مثل همون قانون 1 مونه ولی در باره موج 3 و 4.
قانون بعدی که خیلی مهمه و خیلی کارایی داره اینه که موج 3 مون که این قسمت باشه نمیتونه کوتاه‌ترین موجمون باشه. ببینید میشه کوتاه‌تر از یکی از این دوتا باشه، یعنی به 1، 3 و 5 مون که موجای اصلیمون هستن، این موج 3 نمیتونه از هر دوتای اینا کوتاه‌تر باشه. میتونه از موج 1 کوتاه‌تر باشه، میتونه از موج 5 کوتاه‌تر باشه که خدمتتون عرض می‌کنم احتمال اینکه از موج 1 کوتاه باشه خیلی کمه. یعنی اگر که کوتاه‌تر باشه ما موج شماریمون اشتباه بوده. توی موارد خاص شاید اتفاق بیفته. ولی موج 3 مون نمیتونه از هر دوی اینا کوچیک‌تر باشه. میتونه از یکیشون کوچیک‌تر باشه ولی کوتاه‌ترین موج نمیتونه باشه. پس اینم قانون مهمیه که خدمتتون عرض کردم. حالا ما میریم توی نکات بهتون میگم که اصلا این موج 3 مون موجیه که بهش میگم موج جوان و خب خیلی انرژی داره، خیلی ریز موج و میکرو موج حتما داره. اینو حالا موج 3 موج مهم ماهی که ما باید همین موج 3 رو شکار کنیم، برامون خیلی سودده خواهد بود. قانون بعدی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که موج 4 نمیتونه وارد محدوده موج 1 بشه. ببینید اگر ما اینجا موج 1 ما تموم شده، درست شد؟ اینجا موج 1 ما وقتی تموم شده، موج 4 ما وقتی داره موج 3 رو اصلاح میکنه نمیتونه وارد موج 1 مون بشه. میتونه تا اینجا نهایتا اصلاح کنه موج 3 مونو، درست شد؟ حالا من اینو بهتون میگم میتونه اصلاح کنه ولی خب باید موج ترمینال باشه اگه بخواد اصلاح کنه، که زیاد خیلی خودتون رو درگیر این مسائل نکنید. شما در نظر بگیرید که موج 4 نمیتونه وارد محدوده موج 1 بشه. گاهی اوقات این اتفاق میفته ولی این قوانین آقای الیوته. پس این نکات هم یادداشت کنین. این نکاتیه که تجربه به دست اومده و خب به قوانین شاید اضافه شده. خیلی شاید صادق نباشه. تمام اینایی که من خدمتتون عرض میکنم و شما یه معمولا اولش بذارید. ببینید معمولا موج 1 کوتاه و ضعیفه. یعنی حالا توی این شکل شاید این اتفاق نیفته، این چون شماتیک هستش، ولی معمولا موج 1 مون یه موج کوتاه و ضعیفه. یعنی اگر که مثلا موج 3 ما 200 پیپ باشه، موج 1 مون 50 پیپه، 60 پیپه. متوجه شدین؟ پس موج 1 موج کوتاه و ضعیفیه. موج 3 مون بلندترین موج و دارای ریز موج و میکرو موجه. این موج 3 خیلی موج قوی و دارای ریز موج و میکرو موجه. این موج 3 رو در نظر داشته باشین. موج 4 مون پیچیده تر از موج 2 مونه. همونطوری که موج 3 مون قدرت بیشتری داشت، موج 4 مون هم خب دارای ریز موج و میکرو موجه و پیچیده تر از موج 2 مون میتونه باشه. موج 5 مون هم معمولا کوتاه و ضعیفتر از موج 3 مون هستش. یعنی ما موج 3 رو معمولا قوی ترین موج در نظر میگیریم. یه نکته دیگه هم من باید به خدمتتون بگم، این که موج بیمون از سقف موج 5 عبور نمیکنه. یعنی اگر ما این موج 5 مونه، خب وقتی ما موج بیمون داره اصلاح میکنه نمیتونه بالاتر از این قسمت بیاد. یعنی همون اتفاقی که برای موج 1 و 2 افتاد برای اینجا هم هست. ما در اصل میگیم آقا این نمیتونه 100% این موج رو اصلاح کنه. خب فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. حالا من بخوام اگر وارد مثلا اینی که دارین شما میبینید این یه سیکل ایدئاله. اگر من بخوام برم تو بحث آنتی سیکل، بعد آنتی سیکل گسترده داریم، آنتی سیکل هارمونیک داریم، بعد از اون سیکل معکوس داریم، بعد آنتی سیکل معکوس داریم، آنتی سیکل هارمونیک داریم. من اگه بخوام وارد این مباحث بشم خیلی مبحثمون شاید گیج کننده بشه و خیلی هم شاید به درد شما نخوره. فقط نکته‌ای که هست، من میخوام الان وارد نرم افزار ادوانس گت بشم. همین پیش زمینه‌ای که خدمت شما عرض کردم در حد این که شما امواج الیوت رو بشناسین، اصلا بدونید چه کارایی داره، براتون کافیه. ما میریم داخل نرم افزار ادوانس گت و ببینیم آقا امواجمون رو که وقتی میشمره، ما مثلا میخوایم آقا بگیم موج 1 مون تموم شده، الان داره موج 2 اصلاح میکنه، درست شد؟ پس ما اگر میخوایم پوزیشن بگیریم توی این قسمت باید سل بگیریم. اگر میخوایم یا اگر حالا توی بورس ایران باشه اینجا نباید خرید کنیم، چون داره اصلاح موج 1 مون اتفاق میفته. وقتی موج 1 تموم شه، اصلاح موج 1 مون یا موج 2 مون تموم شد، حالا ما موج 3 ما حرکت میکنیم، درست شد؟ پس ما میخوایم ببینیم آقا کی اصلاحمون تموم میشه، امواجمون چیه، و خب وقتی که شما اینو متوجه بشین میدونین که کجا باید وارد بازار بشین، کجا از بازار خارج بشین.
کی بای بگیرین، کی سل بگیرین. این خیلی میتونه کمکتون کنه از اینکه شما یه دیدی نسبت به یه چارتی داشته باشین و بتونین از اون چارت نهایت استفاده رو بکنید. خب دوستان، حالا اجازه بدید من برم این نرم افزار ادوانس کتی که خودم دارم و پاک کنم از روی سیستمم و قدم به قدم با هم جلو بریم، ببینیم باید چه مراحلی رو طی کنیم. خب من این فایل ادوانس کت هم براتون میذارم توی این فایلا و میتونید دانلودش کنید، کرکش هم براتون میذارم. فقط اجازه بدید من اینو پاک کنم که با هم مراحل رو قدم به قدم پیش بریم. اینجا این پوشه رو من برای شما قرار میدم توی فایلا. وارد این قسمت میشید، ستاپ رو میزنید. من اینا یه بار با شما میخوام همزمان نصب کنم که خدای نکرده برای کسی که یه مقدار شاید اطلاعاتش توی این مسائل نصب و اینا پایین تر باشه گیر نکنه. next accept میکنید. next این قسمت میتونید منطقه‌ای که میخواید حالا اگر جاشو عوض کنید next. اینجا اگه بخوای یوزرنیم یا پسوردی قرار میدید براشو next. و تموم میشه نصب ما. یا ببینید یه همچین آیکونی برای شما ساخته میشه. خیلی خوب، بعد از اینکه این قسمت ستاپتون انجام شد، این قسمت پرپرتیس رو میزنید، اوپن فایل لوکیشن رو میزنید. ما میخوایم الان نرم افزار رو کرک کنیم. توی همین قسمت اینجا کرک رو کپی میگیرید ازش و این قسمت پیست میکنید. خب بعد از اینکه کرک رو کپی کردین، این قسمت روش راست کلیک میکنید، ران رو میزنید و نرم افزار ما الان کرک شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا کرک رو نصب میکنید. فینیش و تمام. درست شد. الان نرم افزار ما نصب شده. همونطوری که میبینید محیط نرم افزار اینجوریه. اولین کاری که باید بکنید این قسمت ویو رو میزنید، شو انداک رو میزنید و ببینید الان اینا برای ما فعال میشه. ببینید اولین بار چون من اینو نصب داشتم و خب اطلاعات داشت داخلش، اینا رو الان آورد. شما با اینا کاری نداشته باشین، این قسمت برای شما ظاهر نمیشه. یه همچین صفحه ای شما وقتی نصب میکنید ظاهر میشه. ویو رو که بزنید، شو انداک رو که بزنید، این قسمت برای شما به این شکل این آیکون ها فعال میشه. و خب حالا ما باید اطلاعاتمون یا همون چارتمون رو وارد این نرم افزار بکنیم، چون نرم افزار ما الان آفلاینه، ما کرکش کردیم، به صورت آنلاین نمیتونیم اطلاعات رو به دست بیاریم. باید بریم توی نرم افزاری که داشتیم، همون متا تریدرمون، و چارت رو ذخیره کنیم و بیایم داخل این نرم افزار وارد کنیم. حالا اینو باید ما چطوری از چه طریقی انجام بدیم الان خدمتتون عرض میکنم. این نرم افزار ما پایین ببینید، ما الان داریم از متا تریدر 4 استفاده میکنیم، درسته؟ یه اندیکاتوری هست به اسم الیوت کانفرم. خب این این اندیکاتور رو شما باید برید دانلودش بکنید از اینترنت. اگر من تونستم حالا براتون میذارم. و نحوه نصب اندیکاتور چطوریه؟ اجازه بدید من این اندیکاتورم دانلود بکنم و بیام نحوه نصبشم بهتون بگم که خدای نکرده اصلا شبهه‌ای برای کسی دیگه باقی نمونه دیگه. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم، ببینید من الان الیوت کانفرم رو ببینید داخل گوگل چی میخواید سرچ کنید برای اون متا تریدری که دارید. حالا یا شما با متا تریدر 4 دارین کار میکنید یا متا تریدر 5. داخل گوگل سرچ میکنید الیوت کانفرم مثلا برای متا تریدر 4 یا برای متا تریدر 5. حالا من برای شما میذارم که اصلا این داستان هم نداشته باشید، من الان اینو دانلود کردم. حالا برای اینکه ما این اندیکاتور رو توی متا تریدرمون نصب کنیم باید چیکار کنیم؟ ببین متا تریدر رو باز میکنید، این قسمت فایل اوپن دیتا فولدر رو میزنید، این قسمت برای شما وا میشه. MQL4 رو میزنید، این قسمت ایندیکیتورز و همینجا
این فایل رو کپی میکنید و اینجا پیست میکنید. ببینید الان من اینجا اینو کپی میکنم و همینجا پیستش میکنم به همین راحتی. ببینید الان الیو کانفرم اینجا اومد. حالا من دارم این قسمت توی مای ایندیکیتور دارم که اینجا میبینید، ولی بعد اینجا میاید روی این قسمت یه رفرش میزنید، همونطوری که میبینید الان باید اینجا الیوت کانفرم برای ما اومده باشه. این الیوت کانفرم میبینید من اینجا داشتم الیوت کانفرم ولی کپی پیست کردم توی اون پوشه، اینجا الیوت کانفرم برای من اومد. اینو میکشم روی این قسمت و میزنم و خب این برای من فعال میشه. وقتی که الیوت کانفرم ما فعال شد، این قسمت رو حتما دقت کنید که این روشن باشه، یعنی به سبز باشه. درست شد؟ الیوت کانفرممون هم که فعال شد و دیگه الان اطلاعات این چارت ما یه جایی ذخیره شده که من به شما میگم کجاست. حالا ما میخوایم بریم داخل در نرم افزار ادوانس گت و این اطلاعات رو وارد کنیم. ببینید الان چارت ما یورو یو اس دی توی تایم فریم 1 دقیقه رو ما اینجا این چارت رو ما الان دانلود کردیم. خب حالا این داده ما کجا ذخیره شد؟ ببینید این قسمت فایل اوپن دیتا فایل رو میزنید، MQL4 فایل و همونطوری که میبینید الان این قسمت اطلاعاتی که ما از این چارتمون دریافت کردیم و این قسمت ما داریم. ببینید الان یورو یو اس دی با فرمت PRN توی تایم فریم 1 دقیقه برای ما سیو شده. خب وارد نرم افزار ادوانس گت میشید، این قسمت فایل دیتا پس رو میزنید. بعد اینکه این قسمت رو زدین این تیک باید فعال باشه، روش که کلیک بکنید اینجا یه سری اطلاعات میاد، شما به هیچ کدوم دست ندید، فقط دقت کنید که اینجا باید PRN نوشته شده باشه، اون فرمتی که ما میخوایم فایلمون رو وارد کنیم. این قسمت رو میزنید. حالا باید ببینیم اون اطلاعات ما کجا بوده که ما باید اون اطلاعات رو وارد این نرم افزار رو کنیم. خب ما توی این نرم افزارمون این قسمت فایل اوپن دیتا فایل رو که بزنیم این بالا یه اطلاعاتی هستش. خب این مسیریه که ما باید بریم جلو تا برسیم به اون. پس میشه سی یوزر، حالا این اسم سیستم هم اپدیت ها، رومینگ، متا، ترمینال و این عدد. خب ما بریم اینجا توی ادوانس گت سی یوزر، اسم سیستمتون، اپدیت ها، رومینگ، متا، ترمینال و این هم اون عدد. ببینید 34 همین عددیه که اینجا بودش، میبینید 3489 همون فایله. بعد روی این میزنید MQL4 فایل و تمام، اوکی رو میزنید، این هم سیو میکنید، اوکی. خب بعد از اینکه اون تنظیمات رو انجام دادید این قسمت این میلبار رو میبینید، اینو بزنید. حالا ببینید الان من اگر ریسکن کنم الان اون اطلاعاتی که حالا اونجا من داشتم رو وارد کرده، ولی شما احتمالا این قسمتی که میزنید اینجا یه 500 نوشته یا 300، شما اینو تبدیل به 5000 کنید و سیو کنید و روی 5000 دیگه میمونه. ریسکن که بکنید ببینید من توی یورو یو اس دی و توی تایم فریم 1 دقیقه ای اینو درست شد، یه دبل کلیک روش میکنم و چارت من این قسمت وارد شد. خب حالا من یه تستم میگیرم ازش، ببینید همین چارتی که اینجا داریم این قسمت همین چارته، درست شد، میبینید. حالا چون که 1 دقیقه بوده ما یه مقدار زمانم طول کشید، این قسمت چارتو داریم. اگر که نپره میبینید همین چارتی که ما اینجا داریم اینجا اومد وارد شد. این از این. پس ما چارتمون رو متوجه شدیم که چطوری میتونیم وارد این نرم افزار بکنیم. خب حالا ما میخواستیم چیکار کنیم؟ مثلا ما این نرم افزار رو نصب کردیم برای اینکه ما بتونیم مد شماری رو از طریق این نرم افزار راحت انجام بدیم. ببینید اینجا یه الیوت نوشته، الیوت ویو رو میبینید اینجا، روش که کلیک بکنید برای شما مد شماری رو خیلی قشنگ و ساده انجام میده.
درست شد؟ همونطوری که میبینید قشنگ ریز موج برای شما میشماره، موج شماری میکنه. حالا اینکه از کجا میخواد بشماره رو من الان بهتون میگم. شما میتونید یه کاری بکنید که موج شماریتون رو از اون جایی که میخواید انجام بده. شما یه کفی رو انتخاب میکنید، میگید آقا از این کف برای من موج شماری کن. مثلا من این کف رو در نظر میگیرم، این قسمت لوکالایز الیوت رو میزنم، میام اینجا این قسمت کلیک که بکنم از اینجا شروع میکنه موج شماری منو برای من انجام دادن. ببینید میگه این موج 1 ماه، بعد اصلاحش این موج 2 ماه، این موج 1 مونو میگه آیا این ریز موجاش 1 2 3 4 5 دو مرتبه، این موج 2 ماه، بعد از اون میگه این موج 3 ماه، این موج 4 ماه که موج 4 مون ببینید ABC داره، بعد موج 5 دو مرتبه. از اینجا همونطوری که میبینید کامل موج شماری رو برای شما انجام میده. شما باید دقت کنید اون چیزی که میخوای و ازش به دست بیاری. خب همونطوری که اول جلسه من به شما گفتم، ببینید ما موجای اصلیمون 5 تاییه که با 1 2 3 4 5 نشونش میدیم و موج اصلاحیمون 3 تاییه که با A و B و C نشونش میدیم. همونطوری که میبینید کامل اینجا برای شما آوردش. حالا اگه خواستین یه جفت ارز دیگه رو بیارید، اگر خواستین که کار دیگه ای انجام بدین با این، یعنی از قسمت جای جدیدی مثلا موج شماریتون رو انجام بدین. مثلا من اگه بخوام اینجا از این قسمت برای من موج شماری رو انجام بدم، همونطور که میبینید 1 2 3 4 و میگه آقا موج 5 مون داره تشکیل میشه. حالا استراتژی این نرم افزار رو من خدمتتون عرض میکنم، بعدا میگم اینا چی هستش و فقط همین در همین حد بدونید کافیه. ما این موج شماری رو انجام میدیم که یه دیدی نسبت به بازار داشته باشیم، چون من نمیخوام خیلی شما رو درگیر این مسئله کنم. ببینید من از اینجا لوکالایز رو زدم، میدونم آقا موج 1 هم انجام شده، موج 2 اصلاحش انجام شده، موج 3 انجام شده، ریز موجاش هم میتونم بشمارم، موج 4 هم داره میگه اینجا تموم شده. حالا من منتظر یه موج 5 هستم. خب حالا این که ممکنه این بیاد پایین تر از این 4 و هنوز 4 ما تشکیل نشده باشه و 4 ما بیاد پایین تر بعد از اون بره بالا، اینا رو باید در نظر بگیرید. فقط این که یه دیدی به شما میده این امواج الیوت که بعدا بتونید ازش به نحو احسن استفاده کنید. خب این نرم افزار خیلی امکانات خاصی داره که میشه ازش در راستای تحلیلمون استفاده کنیم. کارایی اتوماتی داره که ما حالا بعداً حتما از طریق این ازش استفاده میکنیم، ولی این که بخوایم الان مثلا ما بیایم حالا بعداً برمیگردیم حتما. حالا ببینید الان من همین جوری زدم، ببین میگه آقا موج 2 ما یعنی موج 3 ما اصلاحش میاد تا اینجا و 4 خودش اینجا هم نمایش داده و احتمال میده که حالا موج 5 ما داره تشکیل میشه. حالا کاری نداریم، من میخوام بگم که به شما ما برمیگردیم به این نرم افزار و اگر چیزی که به نظرم نیاز باشه خدمتتون حتما عرض میکنم. امیدوارم از این نرم افزار استفاده کنید. اگر اطلاعاتی خاصی داخل اینترنت هستش سرچ کنید به دست بیارید. اگر سوالی داشتید از من بپرسید، من سعی میکنم بهش جواب بدم. اگر که توی مربوط به این جلسه بودش حتما خدمتتون عرض میکنم و امیدوارم که شاد و موفق و پیروز باشید.